غنی جان یک بار دیگر گویا همون استا برای ما وقت جدا کرده بیاد. مثل پیشتره سرسان نکند با. همه عقلی کوتاه کردی همه چیز بقیش نشاب. اگر عقلم کمی کند کن یک سوال های من به جواب چی؟ بیا. کنی؟ در روی زمین کی بالاتر؟ مرد یا کی زن؟ مرد. برای آیله کی جوابگر؟ مرد یا کی زن؟ مرد البته. روزگار بگردنی کی؟ مرد یا کی زن؟ مرد. برای خواندن فرزندان کیم جوابگر؟ مرد یا کی زن؟ اصلش به مرد جواب کرد. تأمینات مادی پرداخت ها وظیفه کی؟ مرد یا کی زن؟ وظیفه مرد. با وعده کی وفا کردنش لازم؟ مرد یا کی زن؟ مرد لفظش یکته. این طور باشد مردی کنید. برای چه همش را به گردن زنها بار میکنید؟ با غیر از خدمت حربی رفتن همش را کردی سدیم. با این عقل کوتاه همین قدر کار کنیم. اگر این عقل دراز باشد چه چیزها را میکرده باشیم؟ احراری؟ همه توی اصلا فقط گپ بماند.